24 روز مونده تا تولد 50 سالگی من. درود. داستانی که امروز میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به زمان همکاری من با مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک. البته همینجا روشن کنم که منظور من از همکاری داوطلبانه است. خاطرم میاد که داشتیم برای یکی از بازارهای خیریه محک آماده میشدیم. همیشه سعی می‌کردیم در جلسات پیش از برگزاری این بازارها در کنار دوستان جوان و خوشفکر دیگه هرچی ایده و خلاقیت داریم رو بکنیم تا بهترین بازارها برگزار بشه. در جریان برگزاری یکی از بازارها بودیم که جمعی از بچه‌های جوان نشسته بودن در کنار بزرگسال‌ها و پیشکسوت‌ها. خاطرم میاد یک خانومی اونجا بودن که از مدیران هم بودن، ولی این خانم سابقه کاری و سابقه اجرایی در گذشته نداشتن. هر زمان که ما در مورد هر ایده جدیدی صحبت میکردیم، مثلا میگفتیم ما این استند رو در فلانجا میذاریم که ویوش اینجوری باشه، نمیدونم در طراحیش این رو رعایت میکنیم، ایشون بلافاصله پشت همه حرفای ما میگفتن که خیلی خوبه، خانومام یه قابلمه قرمه سبزی میپزن میذارن اونجا برای فروش به نفع خیلی. باز دوباره مثلا ما داشتیم در مورد این میگفتیم که پوشش تلویزیونی کار به چه صورت باشه. باز این خانم وارد صحبت میشدن میگفتن راستی کتلت هم چیز خوبیه ها، فروشش زیاده. و به همین ترتیب بچه‌های تیم جوانان ایده های خلاق رو میکردن و این خانم بسیار بسیار محترم و عزیز در مورد غذا پختن صحبت میکردن. جلسه که تمام شد من با کسی راجبش صحبت نکردم، ولی با خودم خیلی فکر کردم و رسیدم به حرفی که مادرم همیشه میزدن و میگفتن زن باید و باید و باید از ضروریات که سابقه کار داشته باشه، باید محیط کار رو بشناسه، زن باید اجتماع رو بشناسه، باید تفاوت محیط خانه و محیط اجتماع رو بدونه. و دقیقا این موضوع و این جلسه برای من شاهدی شد بر حرفی که مادرم همیشه میزدن. و نه تنها به اصرار مادرم خودم از سن پایین در جامعه بودم، دخترم رو هم حتما به همین سمت سوق میدم، چرا که زنی که محیط جامعه رو نشناسه نمیتونه حتی زن خوبی برای محیط خونش باشه.